سوال دیگری میگه که یکم بار چی خیلی حسیات کردین کی شما را به چه میخوره؟ یک روز دیگه برک نمیگیم که حسیاتی که یگان چی این همه خیلی گی تولد میشه بودم همه خیلی کهان کشیدی با اکم که پیدا گیری با فهمیده میگیری که ترا دخترو محکوم است ترا بچه محکوم تمام اینو خدا قبول نمیکند از ما. هر مسلمان وظیفه داره جستجو کنه یا به احکام دینش از خود کنه. در پیش یک حاکمایی که مثل خوشا یک انسانی ضعیفن جواب دادن دهنشان پیش نمیره. در پیشگاه خالق آسمان و زمین چی میگوزه باشه من نمیفهم. والله من غمی مسلمانی تا نمیخورم و الا همه شما هم که دوزخ روه به خدا زیان نمیرسه. خدا به حضرت موسی گفت ای موسی اگر با تمامی بنی اسرائیل تو کافر شویم به من زیان نمیرسه. ما هم امت محمدی همه ما آدم کافر شویم به خدا زیان نمیرسه. لیکن باید ما بیدار شویم. ما باید دین ما نشناسیم عقیده ما ندانیم که پگه آتش دوزخ ما طاقت نداریم.